تیرانا نگو، تیر تو قلب مقام عظما بگو. اونم نه تکدیر، رگبار. طور مشکلات و بدبختی نظام و مهندسی کردن که نه راه پیش گذاشتن نه راه پس. این وضعیت کیشوما تو شطرنج چه قربونت برم؟ بوکس گوشه رینگ یک آپرکات هولناک خوردی، منتظر دهشتناکای بعدی هم هستی، چسبیدی به تناب رینگ، هم دارن نگاه میکنن که کی میافتی. به هر حال یه جوری شده که زبونم لال اگه مقام عظما بخواد بندری هم برقصه کسی براش نیهمون نمیذاره. آی دکتر آره. ملاحظه بفرمایید تو داستانای آبان ماه مقام عظما میدونست که اگه بنزین رو گرون کنه کار به جای باریک میکشه، که کشید. اما پیشو به جونش مالید چون داشت خفه میشد. آره. تو پوزیای خود که هنوزم اثرش هست. توی بدبختی دست و پا میزد که این بلا هم نازل شد. نفت هم که مجانی بذاریدم در کسی بر نمیداره. فضاحت کوتاه شدن دستمون تو عراق و سگ دعوا تو نظام هم که دیگه نمیخوام بگم. تازه الان روز خوششه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن باهاتو عرض میکردم. بله میفهمودن اتوبوس خالی داشت میرفت، مشنگه سرپا وایساده بود دستشو گرفته بود به میله. بهش گفتن چرا روی صندلیای خالی نمیشینی؟ گفت خبر نداری نیم ساعت دیگه همینم گیرت نمیاد. ولی نداره دیگه، کی حال داره بخنده. تو گرونی و بیکاری و بیپولی هم اضافه کن. اگه با همین فرمون بریم فاجعه مهیب در پیش. با هر فرمونی بریم در پیشه. همه دنیا قرنطینه کردن، حاجی روحانی میگه نه. چرا دکتر؟ اونجاها فکر میکنن که دولت باید مشکلات مردم رو حل کنه. حاجی روحانی نظرش اینه که مردم باید مشکلات دولت رو حل کنن. اینجا هم خلاف جهت همه دنیا حرکت میکنیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زبادون عرض میکردم. بله میفهمودن مشنگه با ماشینش تو باند مخالف اتوبان داشت میرون، رادیو روشن بود. گفت همین الان یه دیوونه ای داره خلاف جهت حرکت میکنه. مشنگه گفت یه دیوونه چیه؟ همه دارن خلاف میان. روشن شد یا برفستم تو باند مخالف. ولی آیه دکتر به نظر میرسه وضع بهداشت و درمونمون بعد از اومدن کرونا بهتر شده. قبلا کلی تنبود تخت بیمارستان داشتیم، الان حاجی روحانی میگه 20,000 تا تخت خالی داریم. تخت خالی بیمارستان یا تیمارستان؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن مشنگه دستش شکست رفت دکتر گچ گرفت. از دکتر پرسید وقتی دستم خوب بشه گچشو باز بکنید میتونم سنتور بزنم؟ دکتر گفت بله. مشنگه گفت به به خیلی ممنون آی دکتر چه خوب شد، قبلش بلد نبودم سنتور بزنم. آی دکتر برگردیم به بحث قرنطینه. مگه حاجی روحانی اولش نمیگفت قرنطینه واسه ما نیست؟ پس چرا الان که ضایع شده یه طوری صحبت میکنه که انگار مردم دارن فشار میارن قرنطینه رو بردار و ایشون ازشون خواهش میکنه که فشار نیارین، بذارین کم کم بریم تو کارش. اضافه کردن پلکانی، فاصله گذاشتن هوشمند. ای حالم گرفته میشه از این اصطلاحات فیگوری مشنگی. این لوس بازی ها به نظام نمیخوره. آخرش هم دیدی که مجبور شد این آسانسور بیاد پایین عقب نشینی کنه. ولی علت این عقب نشینی آسانسور چیه؟ تاره گیر افتادی گوشه رینگ؟ نه خیر آی دکتر، واسه چی برم تو رینگ؟ کلی کتک بخورم تازه داور برام بشماره که بلندشم براش رقص پا بکنم. این تصمیم عاقلانه رو همون روز اول گرفتم که نرم تو رینگ. آره حکایت تنبله است که گفت اشتباه بزرگ اینی که از خواب بیدار شی، بعدش دیگه دست خودت نیست، کارا همینطوری پیش بیاد باید انجام بدی. باشه تو رینگ نرفتی، کتک که خوردی فراوون. زیر کتک کسی دنبال علت نمیگرده، هر چی به دهنش بیاد میگه که خلاص بشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفهمودن که دزد رفت خونه یکی تلویزیون بدزده. گفت اول بذار روشن کنه ببینم سالمه، الکی نبرم تلویزیون رو. از قضا تلویزیون فوتبال پخش میکرد، اینم نشست سرگرم تماشای فوتبال شد. صاحب خونه مرسی هیکل سر رسید، گردنشو چه گرفت. گفت تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ دزد نگاه کرد هیچی نداشت بگه. گفت من بازیکن فوتبالم، همین چند دقیقه پیش داور منو اخراج کرد. روشن شد یعنی کارت قرمز نشونت بدن.
آیه دکتر، سخنگوی وزارت بهداشت گفته کشورهای اروپایی تو نوبتن که تجربیات ما رو تو این بیماری بگیرن. منظورش اینه که هر کاری ما کردیم اونا نکنن؟ دهن منو وا نکن که یه چیزی به این سخنگوی وزارت بهداشت میگم که برنامه‌ات خراب شه. دکتر ولش کنین، هر چقدر مشنگ بازی در بیاره ما عادت کردیم. تازه میشه مثل سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی دولت. کلا سخنگو به نظام نیومده، ما سخن نگو میخوایم. خوش به حالت که خیلی دلت خوشه، مثل اینکه بگیم چون فک مقام عظما رو خیلی وقت دارن میزنن دیگه اشکالی نداره، چیز جدیدی نیست. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن دکتره به مریضه گفت قبلا پنیسیلین زدی؟ گفت آره فراوون. آمپول که زد طرف تشنج گرفت، رفت تا در مغازه اسرائیل، به زور برش گردوندن. دکتر گفت ناکس، من که ازت پرسیدم گفتی قبلا پنیسیلین زدی؟ مشنگه گفت آره قبلا هم که میزدم همینطوری میشد. ولی به هر حال آقای دکتر عصبانی نشین، تخت کم داره، دیوونه است. قربون برم، اتفاقا از همین دیوونه ها بود باید بیشتر بترسیم، همینا خراب میکنن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن این دیوونه رفت پیش رئیس تیمارستان، گفت من خیلی میترسم چون که یه دیوونه ای اومده به من میگه ناصرالدین شاه. رئیس تیمارستان گفت خب چه اشکالی داره، یه کمی پیدا شده الان یه بار که بهت داره میگه شاه، باید خیلی هم خوشحال بشی که بهت میگه ناصرالدین شاه. دیوونه گفت آخه به خودش هم میگه میرزا رضای کرمانی. روشن شد یا بذارم تا بترسی؟ آقای دکتر تو این وضعیت درب و داغون باید همکاری جناح‌ها بیشتر بشه. آره به همین دارن صبح تا شب فک همدیگه رو میارن پایین. یه راهنمودی بدن که این داستان جمع بشه. راهنمودو برش کن، فقط هرچی دم دستته وردار برای درگیری تو حالتهای مختلف که ممکنه پیش بیاد. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه میخواست بره شکار گوریل، بعد با خودش یه تفنگ و یه سگ و یه گونی برداشت. رفیقش گفت مگه چجوری گوریل شکار میکنی که این همه چیز بی ربط لازم داری؟ طرف گفتش که من میرم بالا درخت این گوریله رو قلقلک میدم، گوریله میفته پایین، سگم میره یه گاز اساسی ازش میگیره کشون میارتش تا توی گونی. رفیق گفت خب پس تفنگو واسه چی میبری؟ مشنگه گفت خب آخه ممکنه گوریله منو پرت کنه پایین، اون وقت باید سگه رو که داره منو کشون میبره با همین تفنگ بزنی. آقای دکتر الان آخر برنامه است ولی من دعوا نمی‌کنم چون حالی برام نمونده، برای مقام عظما هم نمونده. دعوا نمی‌کنم که تو خماریش بمونی. کی فکر کردی تحفه نطنز مثلا دعوای تو 100 تا مقامات نظام دارن فک هم دیگه رو هر روز میارن پایین، من میرم خب با اونا دعوا میکنم. فکر کردی تو عظماشون هر چی میخوان دعوا کنن، من حوصله ندارم. از چی دفاع بکنم؟